leadership, also leadership, grab up guys out there. One more level. Also, grab up guys out there. Take command. Right finger. Get up. Messi, silencer. Messi, loco. Messi, volleyball. Messi, volleyball. Messi, deputy. Messi, restart. دوستان مالا من روزه. امیدوارم بازی خوبی باشه بچه. چالنج من رو بیاره یا بعد از من صحبت کنم. خبر خوب برای شهروند که من دوباره شهروندم. مثلا من سایت میدم من آره به نظرم مافیاست. وقتی که اینجوری داشت دنبال عکس می‌گردی اینا قدیمی شده. ببین نگاه نباید می‌کردی. من جای سام بودم چند جا زوری بهت میدم تو بازی صحبت کنیم چه هست. همین مقدم به نظرم مشکوک بازی نیست. امیدوارم بازی خوبی باشه. اگه قرار بود جای سام باشه خودت چالش زوری رو باید میدادی مورد آخر که دوست نداشتم ولی تو باید آرام تو بازی گوش کنم. من قرار فشار رو شما 3 نفر بذارم. آقای محمد، آقای امیر، آقای کیهان. بعد فشار بذارم روتون. یعنی شما قرار از سمت من یک فشار بیش از دیسلایک چرا دادید دوتاتون؟ مگه شما میدونید الان شما ممکن بود با من اونجا فشار بدید، تو چرا دیسلایک دادید؟ دیسلایک نباید میدادید، اصلا نیاز به دیسلایک نه، از کارت خودتون دیسلایک دادید، خبر اینا رو داشتید مگه؟ فشارتون میدم تو بازی. شما برای آرام صحبت کنید. سلام دوستان، من خوشحالم دارم باهاتون بازی می‌کنم. بازی خوبی داشته باشم. من راست میگی داشتم نگاه می‌کردم ببینم کی به کی. بین اون کسایی که داشتم نگاه می‌کردم یه دونه نگاه مجتبی یکم برام مشکوک بود. یه دونه امیر، یه دونه امیر مقدم. من حرف این سه تا رو خیلی خوب گوش میدم و اینکه اگه مثبت باشین که با دستتون بازی کنم، اگه منفی باشین بهتون رنگ میدم. یه باتون سال سلام دوستان، سلام همه. انشاءالله میخواد قبل از اینکه بیام اینجا داشتم دعوه می‌خوردم با یکی از رفیقام. گفتش که کجا داری میری؟ گفتم دارم میرم تورنمنت بازی ضبطی. گفت برو همه رو بکن بیرون. خواستم بگم که رفیق خیلی مهمه، وقتی که پشتتان باشه خیلی همه‌تون رفیقین تا تمام شهروندی پشتتون در این مورد اول. مورد دوم حس بدی داشتی نسبت به اون؟ هیچی، فقط فیلینگ، دو فیلینگ مثلا اکتشون بد بود، نحوه نشستنشون بد بود. حکم شهروندیش شما هم که کوبیدی، یعنی به نظرم یا باید یه تارگت ریزی بهش میزدی یا نه. به نظرم یا خودت مافیا یا تو تارگتات مافیاست. آرنم به نظرم مشکوک. سلام، امیر مقدم هستم. من از نظرتون مشکوک بودم. آمونتون رو دیگه بچه رو به نظرم خیلی بد شروع کرد نفر اول. من آرنم خیلی مثبت دارم چون من فقط مشتبه رو دارم. به نظرم بعد نگاه می‌کنم، یعنی چشم باشم. من همچین چیزی رو نگاه کنم. من مشکل چیه؟ میگفتش که من اینا رو حسی دارم، اینا خودشون نمی‌تونن دفاع کنن یا فیلینگی. تارگت صفر با بزنی که اینا برگردونن یا برنگردونن. کارم حرف به نظرم بیخود بود تو تارگت اینا دخالت کردن. من دو نفر اول برام خیلی مشکوک بود. سلام دوست، امیدوارم بازی خوبی باشه. شهروند نفر سوم بازی هستم. بقیه هم صحبت نکردن چون دو تا تفکر تو به چالش کنم صحبت کنم برام میشه. دیالوگ بکنید، دیالوگ میکنم. تعامل کنید، تعامل بکنم. تعامل با من نکنید. خواسته باشی منو فشار بدی، من شهروند فشار بدی، هر نقشی داشته باشی میام تو صورت. اصلا تعارف ندارم. اوکی. دیگه کلا سایت بیخیال تا اونجا فقط من رو بویا برم. دو نفر دیسلایک دادم، من باید مقابله نکردم. باید گرفتم دیالوگ کردم. برای آخرین بار. تمام، بسم الله. من رو باید بویا برم. نکست. کامنت دوستان بعد من صحبت کنم. سلام دوستان ارادت. من که همین فلفلی هم البته فلفلی هم زیر موم نخواستم خیلی ارقا کننده به نظر این آقای پویارویان حتما بابت اینکه این آقای پویارویان
خواسته رو کسی که تو ساید منفی نیست فشار بذاره. به شهروند چرا باید حرف دل من رو زده، چرا باید فشار بذاره؟ این آقای مصطفی چیه؟ آقای مصطفی چیه؟ شهرونده باکستون با هم میفرست، یعنی اصلا راه نداره. شهرونده قراره یه جایی توی بازی عذاب بکشید. این پویاریان، مصطفی، مرتضی، این آقای مجتبی حتما توشون دوتا مافیا هست. سلام دوستان، بازی خوبی باشه. حقیقتا قبل بازی مطمئن بودم شهروند میشم و مطمئن بودم بین این دوتا منفیه خلال و دیسلایکشون هر دوتا رو تو بازی گردن میگیرن. این آقای امیر مقدم از مثلا چه آقای مجتبی؟ این آقای امیر مقدم ولش کن، اصلا نمیتونی ولش کنی تو بازی. این آقای امیر مقدم اومده گفته آره قطعا شهروند، آره که بینتون فیلینگی زده. میشه مگه گردنش بگیری اون گفته اون شهروند تو رو قطعا منفی داره، دید نداره که اصلا بخواد تو رو ببینه. فارغ از اینکه قطعا مافیا توی بازی، مگه میشه نگی قطعا مافیا توی بازی؟ قطعا اینجا منفی وجود داره، قطعا شک ندارم تو بازی. الان آقا رویان چیه که اومده تو صورت تو بویا رویان؟ چی هستش که اومده جرأت کرده بیاد تو شب؟ من هستم تو این بازی با شما دوتا. خداحافظی کنید از جا. نیاز من آخه این دو نفر تارگت سفت پویا رویان صحبت اولش به این سه نفر تارگت زد. دو نفر اومدن سمتش ولی راجع به دو نفر قبلش اصلا صحبت نکردن. پس میشه گفتش پویا رویان مثبت بازی خیلی بد داره میاد. مثلا مصطفی به تمام دیالوگای پرمیان قبول داشته، میتونه واسه من منفی باشه، بین شما دو نفر قطعی منفی نشسته. پویا رویان مصطفی باشه بین شما دو نفر قطعا منفی، ولی من امیر رو خیلی منفی دارم. مصطفی قطعی منفیه. دیالوگای تو هم نفهمیدم، یه جورایی واسه من منفی میزنی، ولی تو شرطا داری بین مصطفی و امیر خیلی خوشحالم. ببین من نمیذارم فشار علیکی نمیذارم برام بدی. من شهروندم ولی خودم از اینجا رو مشکوک دارم. یعنی خودم با صحبتایی که اینجا کردن فعلا نمیتونم به تارگت بزنم، چون خودم اینجا یعنی هر سه نفر رو مشکوک دارم. حتی مثلا تو هم مثبت دارم تو این بازی، اونجا تارگت زدی خوشم نیومد. بین این سه نفر باید تو این بازی منفی باشه. فعلا باز با تو دیالوگ دارم میکنم صحبت بکنیم، ولی اینجا چالش بگیرید ورود کنید. امیدوارم بازی خوبی باشه. من نمیدونم مصطفی مرتضی که همچون اسمای تو بازی ندارم. آقا ولش کن. امیدوارم بازی خوبی باشه. من شما دارید پویا تو بازی میگید مافیا باشه یهو کارش رو سه تا شهروند درگیر نمی‌کنه. پس پویا مشکوک هم باشه مافیا هم باشه به نظرم تو سه تا حتما مافیاست، مخصوصا تو آقای امیر بود. شما که به نظرم شهروندی اینقدر شما میتونستی دیالوگ کنی، اصلا میتونستی که تو باز صحبت کنی. من نظرم مثلا تحلیل رفتار به نظرم شما مشکوک بودید، من شما رو نفهمیدم چی گفتید. مصطفی، مرتضی، مجتبی من راستش بخوای نفهمیدم. من به نظرم اینجا حتما مافیاست. من چالش شما رو نفهمیدم چرا اینجا باید حتما تو یک و دو اعلام بازی کنم. اصلا کارت خیابانی چرا تو یک و دو داره به جز تحلیل نیستم. من شهرام به نظرم تو باز شهروند دارم. من اینطوریه به نظرم تو شهرام، سام، میارویان، پرمیان تا اینجای بازی مافیا نه. باشم اینجا نظرم حتما که مافیا. بس عزیزم برو تو لوکیشن آقای مجتبی اومدم دنبال مافیا بگرد، حتما با کارشهروندی پویارویان اونجا مافیا هست. فکت رو گوش بده. آقای من تو ترم از انبار دادم، چالش زوری ندادم، با حالت دادم پویارویان که ببینم چه اتفاقاتی تو بازی میفته. این آقای سام با این فکت منو تو بازی کاور کرد، تو مافیا ندارم. آرن خودم تاریخ زدم، مافیا نداشتمش. مشکوک ذهنی همین موقع تو ذهنش من بودم. دو نفری که تو بازی منو کاور کرده بودم، به یکی که خودش تو بازی تاریخ کرده گفت شهروند، به سام گفت تو بازی مشکوک. با کارت مافیایی من کارت با شهروند باشم، سام مشکوک اون شهروند تو بازی که شهروند منو کاور کرد، مافیا منو تو بازی کاور کرد. آقای مجتبی، آقای امیر مقدم فیلینگش نسبت به فکت تو بازی ارجحیت داشت، رفت آره تو بازی کاور کرد، مجتبی رو فیلینگی تارگت کرد. مجتبی این چالش بدون مصطفی صحبت خوشحالم باهاتون بازی می‌کنم. ببین امیر مقدم هم به حرف پرمیان داره اشاره کرده، دیدی نسبت به آقای مجتبی نداشت برای اینکه بخواد بگه نگاهش نگاه مافیایی بود. بهش گفت مافیا اگه اون میگفت چی نمی‌کنم. یه داره به خانم پرمیان دادم. شما کامنت تو از کی گرفتی آقا نیستم؟
از اونجا گرفتی، یعنی 2 4 5 فکت واضحی که اومدن، 5 نفر صحبت کردن، 5 تا کامنت داده بودن، 10 نفر شما به این لایکی که من میخوام پرندیان داده بودم به من گفتی قطعی مافیا، من تا صحبت هم نکرده بودم آقای نیستم. خیلی مخلصی من که مشتاق باشم بازی میکنم. هواداره لیورپول یه شعار دارن میگه که never walk alone، میگه هیچ وقت تنها قدم نخواهید زد. بفهم تو این بازی کسی شهروندی نمیذارم تنها قدم بزنه. پویالو به نظرم حتما شهرونده. من مافیام تو این لوکیشن که یار ندارم به پویالو لایک دادم. اینجا که من تحلیل نکردم، خودت سر صحبت بهم تارگت زدی، امیر مقدم من فیلینگی زده، حساب متقی لایک داره که اینجا مافیا هست. تو اون سه تا میتونی مافیا تعریف کنی که آره گفته مشتاق مشکوکه، به نظرم فیلینگی مشکوکه. پس من اگه مافیا باشم باید بگین ستایش مرتضوی یارمه، رضا فهمیده یارمه، میثم ابراهیمی یارمه. تو این سه تا میتونی مشکوک یه دونه تعریف بکنی، میتونی تعریف بکنی. حرف نزده خب چرا چالش گرفتی معرفی نکردی؟ حالا این آقای امیر سر صحبت گفته پویارویان به نظرش مشکوکه، رفته با مشکوکش دیالوگ کرده که چرا به حساب به قبل مقدم تارگت نزدی، من دیسلایک دادم، چرا با من دیالوگ کردی داداش؟ از کارت این دو تا رو اسکیپ کن، بگو حتما تو دک مشتاق مافیا. چجوری باکس من پویارویا با هم دیگه تو دک مافیا؟ دیدم یارم ورود کرده، سه تا لوکیشن مافیا دیگه چالش بدن به اصول بنده. امین من صحبت بکنم آقای مشتاق، فرض کن شما یه اسنایپری، یک نفر میخواد روی شما فشار بذاره بدون اینکه شما صحبت کنید، میگه میخوام روی تو فشار بذارم، میتونید تیر درستی بزنید؟ قطعا نه. پس اصلا راه نداشت به من بگیش مافیا، اصلا راه نداشت. آقای محمد کاری که شما کردید، من آقای کریمان دقیقا همین کارو کردیم، از کارت خودمون دفاع کردیم، گفتیم نمیخوایم فشار بخوریم. پس چرا بین من آقای کریمان مافیا؟ تو که خیلی مشکوکی، این مشتاق که خوش نوعات زد بین پویارویان امیر مقدم حتما از میثم فیلینگی. من بازی رو با یک سوال از شما شروع کردم. کارت آقای امیر مقدم شما خواستی کلا اصلا نازدش بگیرید، پویارویان میتونست نازدش بگیره؟ خیلی نمیتونستم. خب چرا شما شهروند باید یه رهنمایی باشه؟ چرا میثم زمانی که اومدم به تارگت زدم من چرا رسید کردم؟ مگه میشه بین من پویارویان مشتاق کسی منفی نبینه توی این بازی؟ من پشتم بینشون گردن گرفتم تو بازی، بینشون هم تو اندازه من پویارویان شهروند تو بازی، این بینمون یه دونه مافیا نشسته. این امیر مقدم بیس منفی اینا باید باشه، اصلا نمیبیننش تو بازی. پس به نظرم کانسورت هست، من کانسورت گردن گرفتم. حالا این دو نفر من از کارت خودشون دفاع کردن تو بازی، درسته؟ این آقا اول بازی گفته که دیسلایک، ازش سوال پرسید چرا دیسلایک میخوام گردن بگیرم، سر ترنش اومده چیکار کرده؟ دیگه تو اونجا گردن میزنی، گفت اصلا من خودم میشم آقا کاری ندارم. پس مسیر ذهنی توی شهر باید دیگه آقای محمد منفی پویارویان. یعنی من دیالوگی شما دو تا رو با چالشاتون متوجه میشم. از نظرم اینجا اگه منفی باشه اینجاست، خودتو مشکوک دارم، این مشکوک اینجا بعد باشه کانسور نشسته باشه. من بیرون نمیتونم بدی پویارویان تو این دیگه. من کامنتم برای مشتاق بعد از ادامه صحبتشو بره. تو بیس بازی از دور بی اعتبار کردن اینه. کل بازی دارش گفت میگه مسیر بازی عوض کن. خودت داره اینو بی اعتبار می‌کنی، اصلا به نظر نمیاد. من تو تم شروع شد بازی نگاش کردم تو بازی، همون لحظه کسایی که فکر نمی‌زدن همین دیالوگو گفتم. فکتی که داره می‌ذاره از دنده سراغ آقا صبح قبل اینکه طرف تو دست فکر بزنه، طرف سه نفر فیلینگی هر چیزی هر چیزی زده. دوست داشته که زود دخالت کردی، زود اینو تارگت کردی. با همین اینو بچی در میاد از تو بازی. اون برام مهم نیست تو رو شهروند کنه. من آره بخواد چی کار کنم، موزه بگیرم از آره، تو برام مهم نیست. آره مثلا هر چیزی بگه، آره میگه این شهروند اون شهروند، برام مهم نیست. خودم شهروند شدم، اصلا برام با شهروند کردم اون مرد که برام فکر نداشت تو مثبتی. اونم بلند شده گفته که آره مثبته، چون مثبتش به تو تارگت نزده، چون تو اونو تارگتتون موزه ضعف رفته نسبت به تو تارگتی نزده تو مثبتی. پس این فکت باز میتونه که شما دو نفر با هم مافیا باشین. پس این فکت داور در دست راهه تو بلند شده گفتی من یک بگم منم. بلند نقش بهتون بگو برو بره بیرون دیگه. تو همین رو قدرت چون یه تای موزه داری با نشستی. پرنیان چی داره میگه؟ پرنیان شیرانی محمدی میگه کانسورت گرفتم. با کانسورتیه این که بین من و پویا همینجا نیست. ها چرا بین ما رو تحلیل می‌کنید؟ چرا بین من دلیل می‌گید بین ما رو تحلیل می‌کنید؟ برای کی می‌زنیم گردن داداش؟ برای من داری می‌زنیم. من شهروند ساده‌ام، دانه نقشو بستم. بسم الله چی می‌خوای بکنی؟ اینجا چی مافیا بود؟ بین من و پویا مگه نمی‌گی من از کارت ما شهروندی پویا رویا ورود کردم؟ پرنیان چیه؟ پرنیان بوده کانسورت گرفتم. من چه تارگت می‌کنی؟ خود پرنیان گفته که من کانسورت گرفتم. ما چرا تحلیل می‌کنیم؟ مگه نگفتیم من و امیر مقدم از کارت شهروندی پویا رویا ورود کردیم به بازی؟ چی شده؟ ممنونم. گوش بدیم فقط. اول اینکه زیاد داد نزن فشار میفته. من شهروندایی که بال میدن خوشم میاد. یه شهروندی بس سکوت کن بازی. این آقای امیر مقدم
ترنش ترجیح داد فیلینگش نسبت به فکت بازی که 3 تا ترم گذشته ارجحیت داشته باشه. آرن تو بازی کاور کرد، گفت تو 1 و 2 مافیاست، فیلینگ سخت زد به آقای مجتبی تو بازی. مجتبی تو ترمش تصمیم گرفت کارت شهروندی پویا رویا رو بزنه زیر بغلش، کارت علی مقدم تو بازی تحلیل نکنه، علی مقدم رو کاور کنه. کارت دیو علی مقدم تو بازی مافیاست. پریناز شمالی حتما تو بازی شهرونده، هر کی کاریش می‌خواد کنه، هر کی کاری می‌کنه می‌شونش اصلی بویا. برو بیرون. خوشحالم با تو بازی می‌کنم. شهرام بسیار مثبت بازی دارم، باهاش بازی می‌کنم. یه سوالی به جواب علی مشتاق، شهروند سالی درسته؟ خب بین اینایی که گفتی نمی‌تونه یه نقشدار باشه، نه داره بهت مسئله میده، فقط توی شهروند سالی می‌دونی مسئله. حالا سوال کردم علی مقدم چیه؟ شهروند دیگه الان پریانی که منفی داره می‌خواد گردن بگیره. فقط آقای علی مقدم از پریان شو شهروند دیگه که فعلا دیگه مافیا میاد می‌کنه بخوام پریان بگیره. خب شهروند شو شهروند دیگه میگه که علی مقدم چیه؟ توی شهروند سالی یه شهروند دیگه هم باش بازی کنید دیگه ببینید علی مقدم چی تعلیل کرد. علی مقدم منفی این مشتاق به نظر منفی که گردن نمیگیره، اظهار نظر نمی‌کنه نسبت بهش. پریان هم مثبت بازی، شهرام هم مثبت جواب شما دو تا بازی میشه. آقا به مشتاق داره تارگت میزنه، به پویا رو هم باید تارگت بزنید دیگه. پویا رو و مشتاق با هم دیگه دارن بازی میکنن. بعد امین مقدم داشت با هم دیگه دارن بازی میکنن. پویا الان این بین منفی نهاری مگه میشه؟ این بین منفی مشتاق اگه منفی باشه این بین منفی روی داره، چون داره میان بیرون از اون بین داره میان بیرون، دارن بین پرنیا رو میگن مثبت، مشتاق منفی، امین مقدم داره اسکیپ میکنه. پویا رو گفته این 3 تا بینشون منفی است. اگه این 3 تا بینشون منفی نداشته باشه پویا رو باید بگید قطعی منفی. پس نمیشه تو ما تک نفر رو برداریم. مگه میشه مشتاق باید این وسط رو یار داشته باشه دیگه؟ هیچ کس این رو حل نمی‌کنه. باید از این شما ما بازیمون شروع شد تارگت این 3 نفر خودشون مافیا دارن. یعنی خودشون آقای محمد گفته که اینجا الان با تو کاری ندارم چون اینجا مافیاست. امین چالش گرفته آقای محمد رو تو بازی تارگت کرده. شما چیکار دارید تو بازی؟ شما معتقد بودید که تو بازی کارت شهروندی من و این زده زیر بغلش دیگه، با کارت شهروندی من اینجا حتما مافیا بوده دیگه. خب این اومده با کارت شهروندی من ورود کرده تو بازی دیگه، با دیتا شهروندی منو میاری. خیلی مشهور، یعنی بین تو و حمدا خیلی مشهوری. حمدا تو نمیتونی دیسلایک بدی. فکت مثبتی منو تو بازی آوردی، گفتی بیارن حتما مثبته، برگشت پرمیان رو داری کاور میکنی. نمیشه دیگه، بازی نمیخونه یه جایی به هم دیگه. به من چالش بده تو بازی حتما شهروندی، حتما تو دل کاورت میکنم. نه میرید آخه عزیزم. بعد من گفتی چی هستی تو بازی؟ چی هستم به نظرت تو بازی؟ باب 2 تا باب تو بازی داری شهرام. بعد من صحبت کنم اولی رو صحبت کنم. پویا رویا با نحوه بازیش شهروندی بازیشون باشه کارت 1 و 2 رو میگیره میره تو صورت 3 نفر. نه من پویا رویا شهروند دارم توی بازی. حالا اون 3 نفری که پویا رویا رفته تو صورتشون 2 نفرشون به پویا رویا برمیگردن بازی رو به اسم آکیهان و شما. نفر سومی که پویا رویا بهش اتک زده توی بازی با پویا رویا تعامل میکنه تو بازی، میگه نه ولش کن من تو رو شهروند دارم، منم شهروندم بیخیال شو. پس من اونجا رو مافیا دارم، اونجا رو مافیا دارم. تو چرا توضیح میدی اون فکتی؟ من یه لایک نشون دادم، یه اتک فیلینگی بود که این صحبتی که تو نسبت مشاهده کردی چرا برای من بزرگ بود مثلا. تو کامنت هم گرفتی میسم ولی توضیح ندادی چجوری من مافیا قطعی داشتی توی بازی. من به شما قطعا رأی میدم. رأی ندم؟ از دادگاه میترسی؟ به من رأی بده من بیام توی دادگاه، مشکل دارم. به شما رأی میدم، به شما رأی میدم، به خود پرمیان رأی میدم، به شما میسم مثلا دیگه صحبتاتو گوش نمی‌کنم چون 2 ترم کامنتتو گوش کردم چیزی به من دستی هم نشید. من رأی میدم. آقا بذارید من صحبت کنم. یه خورده زود کامنت بدیم بزنیم فکتامون دست. این مورد اول. آقای امین مقدم این آرن خودش شهرام رو تارگت نکرد. چرا تو ذهن شهرام بود؟ چرا آرن تو ذهن شهرام بود؟ وقتی خودش تو جایگاهی بود که باید شهرام رو تارگت میکرد این کار انجام نداد. حالا پرمیان گفته من شهروندم، این شهرونده میذاری کنار، گفته تو کارفاتی. مگه کارت میشه دوباره تو 1 و 2 تو مافیا بکنی گردن بگیر پرمیان رو؟ مگه میشه این کار نکنی؟ همتا اگه مافیا باشه لوکیشنی رو کاور کرده که تارگت نخوردن، پس باید بگی تو یاراش تارگت زدی. پس این آقایان این مافیا داره در میره، یه چالش بگیر تارگتش کن. 1 به 1 باز برداشتی. شما 2 تا ذهنیتتون شهروندی نبود، چون یارویان زمانی که شهرام رفت تارگت کرد باید به یاد آره بوده که دست باقی از اون رو برداره. حتی صحبت کنم. بله. سلام دوستان. نصف
اسم دارم برای شهروند بده یک بازی باشم اسم اصلا مسیرهای ذهنی بده ولی خب همون مسیر رو برم من پویا رو منفی ببینم فقط تلویزیون یک به خاطر تارگت خطی که شروع کرده یعنی سه تا خطی زده که اون وسط یک بینی به صورت قطع به وجود بیاد که بینه به وجود اومد حالا آگهان خوب از کارت خودش دفاع کرده که ایمان بذارم کنار بین شما تو باید قطعی بدون منفی باشه تو اصلا خود تو اومدی لاین نقشی برای خودت واگو کنی به صورت بیارو ولی این کارو نکردی محمد اصلا نرفتم تو بیارو به تو میگم قطعی منفعلی بود به دو تا رأی دادگاه میدم امین مقدم آره یعنی من احساس می‌کنم بقیه جنگا مستقل از شهروند اصلا منطق کار ندارم 1 2 3 من شما سه تا دلم منفی دارم به سه تا دونم رأی میدم همین رضا جان تهت خیلی مشروط بود اصلا من نمی‌فهمم امین مقدم آره که خوبی ما تو بازی مافیا نیستن که بعد کارت یارش تو باز تارگت بزن نه آقای میثم حتما شما حتمی مافیایی حتما مافیایی من شما حتما تو بازی مافیایی آقای استاد میگه که آقای مشتبه میگه که با هم دیگه باندین هم تو بازی کنم اوکی خب به نظر باکس اینا چه شهرونده خب باکس اینا چه شهرونده بسم الله تو آقای که آقای امین ما تو بازی مافیاست استاد کی تو بازی کلیم کن حتما تو بازی گردنت میگم اون میثم که مثلا آقای میثم حتما مافیاست آقای امین مقدم شما یهو نمیتونی بری کارت رو تو بازی شهروند کنی این خطر تو بازی این خطر رسید کنه یک و دو گردنت میگم امین مقدم مشتبه میثم تو من کامل داشتم صحبت بکنم ماشاءالله اول اینکه من این نکته رو بگم آقای امین مقدم دیگه آف شد آقای مرتضی تو ذهنیتتون آقای پویا بودن حتما شهرونده اما نتیجه‌ای که اون خودش باید میگرفت تو گرفتی این پویایان اومد اینجا فشار گذاشت گفت که اینا بین خودشون مافیا دارن تو اومدی بین ما سه تا رو تحلیل کردی این آقای پویایان گفت بین این سه تا کدوم مافیا نگفت پس نمیتونه بهش بگی شهروند نمیتونه دیگه این آقای بعد داداش من و آقای کیهان من میتونم منفی باشم من این شهروند اعلام قدرت کرده من کارتمو بهش نباختم نترسیدم ازش بعد من میشم مافیا باید یه مسیر مستقیم داری این آقای محمد آرزا یه سوال تو گفتی بین محمد امین مقدم من درسته خب اگه اونجور بشه تو باید منو کلا فاکتور بگیری یعنی من کاری نداشتم بین اینا تارگت نزنم منو داره توی باز میگیری که مافیایی بعد من دیوانم به یار تارگت بزنم این شخص من که اگه اونجوری باشه اونو باید منفی داشته باشی منو مثبت داشته باشی چرا چون بدون اینکه چیز بکنه منو چیکار کرده منو مثبت کرده بین اون دو نفر تارگت زده بس منو باید فاکتور میگردی که نگرفتی تو هم حرفات مشکوک امین مقدم و محمد رو رنگ میدم چون اینا دیگه فکت منفیشون اومده من فکر کنم آقای فهمید تو باید شهروند فکت دارم براش زمانی که چون از طرف این مشکوک ما تارگت خورده چون همتا سرنش معارفه مشکوک بود سرنت از من از طرف تو تارگت خورد سه تا لایک هم واسه مافیای آقای فهمیدی اومد به نظرم شهروند نبودن آقای شما لایک دادی آقای امیر لایک داده آقای امیر مقدم لایک داده سه نفر لایک دادن که معارفه مشکوکی داشتن پس ساید واضح عمل نمی‌کنید خانم همتا آقای میثم ساید یک معارفه حتما توش حضور مافیاست حتما ساید تمومه خانم همتا تلش با مشکوکی آقای رضا گفته حتما میثم ما تو بازی کلیم کنه یعنی ذهنیتش رسد بهش حتما مافیا بوده همینجا سایدی که بازی یک دو کسی صحبت نمی‌کنه خود شک داری؟ یه ترم کامنت گرفتی امین مقدم یه تارگت زدی منم منفی داشتم باید صحبتات رو گوش می‌کردم دیگه باز به خود شک داری به من میگی که میثم تو دوبار کامنت گرفتی چرا اسم من نیاوردی الان امیر چیه مصطفی رو منفی داری یا پویا رویان امیر کامنت گرفتی کلی دیالوگاش اینجا بوده امیر چیه خانم هم تا بین این سه نفر کیا منفی هم من هر سه نفر باشه توی کامنت هم برگشتم بودم بین این سه نفر باید منفی باشه پس اینجا تارگت خواب بودم خانم همتا رو با من بیارید داخل آقای خانم همتا قطعی منفی تو قطعی منفی بین این همه صحبت ها دیالوگ اوله اگه من اسنایپر بودم من تو بنبست قرار دادی تموش رفقاش کامنت دوم بین پویا و مصطفی قطعی منفی هم مصطفی که راجع من داشته صحبت می‌کرده با پرمیان موافق بود راجع مصطفی تو چی داری میگی اینجا امیر قطعی تو این بازی منفیه خانم همتا منفی من این دو نفر با من بیارین بالا این دو نفر به شما فعلا کار ندارم صحبتاتون باز ولی گوش میدم نکست 15 نفر تو بازی هستید 7 رای دفاع 8 رای خروج از سر صحبت آقای شنان چند رای مرسی آقای سام مرسی آقای کیهان
آقای امیر داریم، آقای محمد داریم، آقای مهتا داریم، آقای مجتبی داریم، آقای پرنیان خیر، آقای امیر داریم، خانم ستایش، آقای پویا خیر، آقای مصطفی خیر، آقای رضا خیر، آقای آرم خیر، آقای میثم. شیش نفر داریم دوستان که دفاع بودن، آقای امیر، آقای محمد، خانم مهتا، آقای مجتبی، آقای امیر. من حرفایی که تو روز تو ترنم زدم رو دوباره مرور میکنم. آقای شهرمان اگه شهروندی باید بگین آقای پویارویان حتمی مافیا. من برگشتم و گفتم آقای پویارویان به من اجازه بده من با آرامش بتونم بازیمو بکنم، مافیا تارگت بکنم، مافیا در بیارم. داریم فشار روی من میذارم. این حرکت، این رفتار شهروندی نیست، این فشار رو روی من نذارم. من گفتم به این دلیل من گفتم این آقای امیر مقدم چیه که اومده گفتم حتما تو مثبت. گفتم حالا شاید 1% شهروندی باشه که میخواد ترپ کنه. گفتم نه امیر مقدم هم حتما شهرونده. گفتم پس باکس پویارویان و امیر مقدم با هم موضوع خیلی ساده است. من میگم تو ساید منفی نیستم، دلم میخواد توی آرامش، احتیاج دارم به آرامش که بازیمو ببرم جلو. کسی که روی من که تو ساید مثبتم فشار میذاره حتما منفیه. این آقای کیهان برگشت اول گفت من دلم میخواد با تو تعامل بکنم، منم نترسیدم ازش. گفتم پویارویان با امیر مقدم حتما باکسیم. این آقای پویارویان اگه شهروند بود باید میگفت فقط محمد مافیا که ترسیده از من اومده من شهروند کرده. الان تو شهروند دارم ولی کیهان نیومد تو بازی، بعد میومد تو بازی که نیومد تو بازی. اونجا بین مصطفی و رضا فهمیده حتما تو بازی منفی هست، راه نداره. یعنی شما تحلیل کردید این دو نفر مثبتن، من منفیم. سام باشد و برعکس شما تحلیل کرده، گفته من مثبتم اینجا منفی، ولی یه دونه تارگت خرج اون نکرد، اون منم نکرده. بین شما باید منفی باشه این بازی. امروز که ساید بازی بین میثم و خانم همتاه، اون من شهروند ساده رو کار نداریم، من میشینم تو بازی. نباید میومدم تو دادگاه انتظارشون. اگه میگفتیم من منفیم باید بگی یارم پویارویانه، چون من باشدم اونجا دیالوگ کردم اون من تارگت نزده، اومده اینجا رو بیشتر فشار وارد کرده، ولی تو برعکس این کارو کردی. حالا داره امروز من میشینم این ساید اینجا رو باز میکنم، چون من دارم بیرون این سایدی برای شما در نمیاد. من شهروند ساده ام، برای رنگ نمیدونم. شما شهروند ساده رفتی دیالوگ کردی گردن نگرفتی که ما تو شهروند ساده میگیم. شهروند شما که مشکوکی، شما چالش آخر رو گرفتی، خودت شهروندی، سام رو تحلیل نکردی، پرنام به نظر باز شهرونده، پویارویان هم تحلیل نکردی. من چالش رو گرفتم گفتم تو خودت، سام، پرنام، پویارویان به نظر مافیا نیست، باشه نهایت این راست من میچارم تو بازی مافیا بودم. من چرا تو بازی مافیا بودم؟ حالا من تو بازی مافیا حتما یارم تو خطر پس این لوکیشن تو بازی باید تو بازی یاد داشته باشم. مگه میشه بیس اولیت رو توی لوکیشن بکنیم بگم خانم ستایش مگه شما نگفتی پرنیان شهروند من لایک دادم، گفتی شهرام شهروند من لایک دادم، گفتی امین مشروط لایک دادم، گفتی مشتاق مشروط. چرا رأی دادی؟ فقط چرا به من رأی دادی؟ به من که شهروند رأی میده دست واسه من بالا نمیاره. شما اگه نقشه رو نقش من نقش دادم، من شهروند سادم. شما نقشه رو نقش بگو. خب الان اینجا تو بازی نظر شما که تو بازی مافیاست، من آقای میثم هر کی اون تو بازی مافیا باشه حتما توی خطه تو بازی حتما مافیاست. این استاد تو بازی شهروند خوب باشه آقای کیان تو بازی گردن میگیره. مثلا مشکوکی. یا تو دفاعی شما امیر مقدم میشه حتما به رای دو میشه رای دو. من آدز دارم من آدز دارم تا کلبی رو کاور بکنم، چون این پرنیان شیرعلی محمدی فهمیده بود با تایتل کانسورت گرفته. شهرام چالش تایی دست گرفت، باکس آشتی داد. لایه یک کیده تشکیل شده بود. دک به این گفته نقشان، به این گفته کانسورت از کارت شهروندی پرنیان. اون چالش تایی دست گرفت، آشتی داد، این ساید آورده بالا. آدز داره باکس رو هم کاور بکنم بگم اون مافیاست اینجا این پی حتما یار داره. چجوری نفهمیدی لایه یک رو نباید بیاری بالا؟ مگه نفهمیدی حتما کانسورت گرفتی؟ چالش جنبنده دیگه اینجا تحلیل نکرد. کل برنده بازی گفته که فکت رو کشته، فیلینگی کشته. نذاش بیاد بالا. اگه نفهمیدی کانسورت گرفتی مگه همه سایدا رو خوابون اینجا آورده بالا. اون چیه مگه میتونی تحلیل نکنی مگه؟ با ماکس رای اومد بالا بهش رای نداد.
چی میگن اینا آجی؟ من به نظرم شهرنام مافیا، ستایش مافیا، ستایش از کارت اینا پاور گرفته و به ما تارگت زده بود. آدز داره دوبلی تو با هم دیگه شهروند باشین ها. چون این بیس بازیشو بسته بود امیر مقدم مشکوکه، مجتبی مشکوکه. من سردست ورود کردم از کارت شهر نیکس. برنش رو امیر مقدم شهروندی بشون همونجا بود. کامنت دیگه بس کنم فکر سوراخ میشه برم بعد بازی برگردیم بگیم الان چی داره اینو شهروند میکنه اینا هیچ چیزی فقط تارگت من سر یه چیزی که امیر مقدم من دید نداشت واسه که اونم من میگم من دیدو داشتم نسبت به حساب چشم باز کردن اول بازی کلش با همین کاری من از چی تارگت نکنم گرفتم این کار کردم اون که من در واقع تارگت نمیخوره اینا که من تارگت اینا که تارگت میکنم اینا من تو فکر چی اینا که منو کاور نکرد اینا داشتن منو کاور نکردن هم دیگه گردن من اون خطی مثبت دارن اینا هیچ کدوم من سر من گیر نکردن اینا من تارگت کرد اون من گردن گرفت این خطا من اعظم تارگت کنم از نفر من تارگت کنم با اونم رقم صورتم بس کی تارگت نکنه تو بازی میگن ما تارگت نخورده فکت صحبت من چیه تو کدومتون تو این تیبل حرف آره رو فکت حساب می‌کنیم یکیتون اگه تو فکت حساب می‌کنیم راهش به من حرف بزنید دیگه با میگی تو فکت آره رو نشیدی که اون تارگت کرد تو نمی‌تونی بگی صورتم حرف آره رو من فیلینگ اون مصدق از گوش نمیدم توی بازی فکت درباره اینم داریم میاری سوراخ تو بازی چی گفتی درباره من چیکار کنم تو داری فکت شهروندی میاری فقط من رو کردم میگم ذهنم بسته باشه تو بازی تو داری فکت شهروندی میاری من تارگت می‌کنی تو بازی به نظر سوراخ هم داره ببینیم با گروه منفی این طول کرد بازی باشه من کردم میگیره این تارگت طرف هم تو مثلا من مثبتم منو تارگت نکنم داشت تو دادگاه میای خود داد فرق میکنی باید به منفی ها رو بگی دیگه به همه داری توضیح میدی من تو خانم تو بستی یعنی تو ذهنیت من باید شما منفی باشه اون وسط یار داشته باشی به محمد تارگت زدی رأیای ورود شما امیر محمد مجتبی امیر تو 4 نفر مگه میتونی راجبش صحبت نکنی همه رو تارگت بزنید بس قطعی هم تو منفی تو این بازی من به شما قطعا رأی میدم باید اونجا منفی داشته با یار داشته باشی راه نداره پویا و مصطفی از نظر من مثبتن نمیشه داداش راه نداره یا امیر باید منفی باشه یا هم تو باید منفی باشه من هم تو رو بیشتر منفی دارم که خودشون میکشه که آقا بگم من مثبتا اینجا منفی دارم پس هم تو قطعی تو این بازی منفی رای خروج رو بدید 100% میدم این وسط هم یار داریم نیکس دوستان برای خروج 8 رای از سر صحبت دفاعی آقای امیر چند رای خیلی آقای محمد خیلی خانم همتا خیلی آقای مجتبی خیلی آقای امیر خیلی آقای میثم خیلی شب
ترن آقای مجتبی این بودی که بیس مافیا آقای شهرام با بیس مافیا من حتی یا تعریف کرد تو لوکیشن خانم پرنیان آقای علی محمد زمانی که من تو بازی مافیا باشم تو لوکیشن می‌رسم همتا که بازیتون دوباره شهروند بشه چجوری فهمیدی توی من پرنیان شیر علی محمدی امیر مقدم ستایش آقای امیر آقای محمد همتا چین مافیا نشسته سه تا دو اومد دادی من تو بازی بیس مافیا دیده اونجا یاد تعریف کردی بازی شو مدن اینو چجوری دوره رایگاه شو کنن تو بازی مگه شهروندی می‌دونست سه تا همتا تو بازی دومه من تو بازی تارگت کنم اونجا یاد تعریف کنم تو بازی یه برو بیرون بابا تک مشتبه رو اتفاق می‌کنی تو تروری اون مافیا چی می‌خوای بکنی ترور مافیا ترور داداش مصطفی اگه منفی بود تو دادگاه خودش این بین منفی میگفت درگیری و ایجاد میکرد رد میکرد میرفت اینجا میگفت منفیه چون من با همتا درگیرم همتا با من درگیر شهرام توی بازی قطعی منفیه همتا یارشه این دو نفر با هم دیگه من راه نره مصطفی اگه منفی بود مگه میتونست این وسط راننده بیاد به بقیه تارگت بزنه شهرام قطعی تو این بازی منفیه همتا هنوز تو این بازی واسه من منفیه نکست آقای کیهان شما این دست تو بازی یه دونه چالش نگرفتید دست آوردی بالا یک سر دانستان بنده شما که حتما مافیا آقای مجتبی دیروز تو دفاعیه باکس من آقای میثم رو بالا تو بازی کاور کرد فرایتر چجوری فهمیدی مجتبی تو بازی شهرونده من تو بازی مافیا من که اسنایپرم دارم بدم چی هستی شو امروز تک این آقای میثم تک میاد تک میره گفتم من تو دفاعیه دیدم تو رو گذاشت لادن تو رو که گذاشت لادن من اسنایپرم زدمت نبردی خداحافظ بازی قشنگیه آمیسم باید بیاد دادگاه یه جایی از بازی نقش داری؟ چی تو؟ بادیگارد میخواد بادیگارد دیگه داری؟ حل شما میایی بالا میری یا نه حرف جفتتون رو من گوش میدم بین شما انتخاب میکنم از نظر من یه جای بازی تو میتونستی منفی باشی ولی حالا فعلا بهت فضا میدم کاری ندارم فعلا این دوتا امیر میثم تمام نکست آقای مجتبی رو باید تارگت بزنی چی میشه مگه نمیگفتی حتی قطعا مافیاست بگو یارش بوده دیگه قطعا بادیگاردی قطعا اسنایپره قطعا شما دوتا یارشی راه خروج آقای محمد رو ببینم تو بازی خب شما دوتا درسته بله خودم که بودم چون منفی داشتمش بالای اینکه من منفی هم ورود کردی به بازی من شد تحلیل نکردی این آقای امیر مقدم چیه تو بازی یاری شما 1 2 3 دکی 1 2 3 پاشدی بزن شهرام شو شهروند منه اینجا شو شهروند منه اومدم از کارت شهروندی شروع کردم گفتم اینجا باید تارگت بزنی اینجا چرا داری تارگت بزنی بویا رایم نمیدونم روی پرنیان چیده نه تا فردا آقای دیرو لای اسنایپری ما کردیم بازی به بویا رایم بذار من فکر کنم من اگر فلانی اسنایپر باشه من شهرزادم چی؟ فعلا من شروع رو داریم باشه باید بشه این چیه؟ چینش تو از کی تا رو یه نفر بهت میگه آف شد تو آف میشی توی دادگاه همین مقدم کشیدم هم زیره شهرنام به من گفت آف شد نگو واسه من نیومدم آیا تو دادگاه این حرف زدی تو گفتی شهرمن اگر حرف نزدم چون میثمش رو بگه آف شد دیگه ببینید تو توی دادگاه برای شهرنام حرف دیگه حرف من کشیدم کنار تو دقیقاً این دیالوگه تو 1 2 از شما دوتا رو که بر نمی‌کنم باید دیگه زیر رو نمی‌کشیدم اصلا واقعیت زیر شما دوتا چیه؟ تو چیه اون چیه؟ شما یه طرف شید پرسیدی شما خانم منطور اسنایپر دارید اول صحبت دیسلایک دارید اول صحبت به خانم منطور دیسلایک دارید اگر اسنایپر نداشته باشید دو تا مافیا دارید اونجا یکی خانم منطور یک موقعی که نقش می‌زنید حالا خانم منطور اگر اسنایپر داشته باشی به نظر شما اون رفیقمون چیه تو تایتل منفی که داره نقش می‌زنه جلوی یعنی اون آقا از دید خودش فکر اون مافیای نقش رو زده دیگه درسته خانم همتا رو که تو تیم خودش ندیده دیده اسنایپر خانم همتا درسته از دید شما خانم همتا اسنایپره گفته اینجا رو زدم نبودم شما که میدونی بادیگاردی درسته اون خانم اسنایپر دادی اون کدوم منفیه که چشم اون خانم فسته دید اومده نقش زده که تو رو از شما قطعا
آمدشو من داشتم در روزایی من صحبت کنم مثلا در 3-4 تا فکت داره. فکت اول اینه که زمانی که این آقا تو دادگاه صحبت کرد ما تو دادگاه صحبت کرد شما گفتی همدان مافیا است این بینی یاد داره هم صحبت این آقا شنیدی هم صحبت این آقا شنیدی به هیچ کدومشون تارگت نزدی باید تارگت کنی در هیچ جایی شهنام و همتا چین نمیشن یکیشون مافیا بود حتما باید تو همین مقدم پنیان دنبال یاراشون میگشتی چون این کامنت آخر گرفته بلند شده گفته از این باکسه بردارم یه یارم با یه شهروند بیاد دادگاه پس باید این لوکیشن تارگت میزدی نه بگی این دوتا باکسن پس پرونده میثمو که بستیم تموم شده رفت مجتبی میتونه چینش باشه همین مقدم میتونه چینش باشه آرکینکان و این دارشون هم میتونه چینش باشه نه اصلا شما نمیگم داده من چرا؟ مجتبی رو رای دادم همتا من روز اول با آقا گویا روی دیالوگ کردم گفتم داداش تا لحظه آخرم بهش گفتم برای بار آخر باید دارم دیالوگ بکنم نقش دارم ببینم خواست باشیم نقش من کارت من ندید بگیری تا آخر باید میام خانم همتا گفت که ها منفی گلام مثبت درسته بعد باید گفت تو منفی با تو باید گرفتی باید جنگ دیدی شما من منفی نداشت بگیر چرا من نزدی نه امشب در کار این کم 100% بلا خواهی شد من میگی من مافیا تو رو بلد میکنم من نمیده ولی اگه بلد نگرم باید من بزنی عزیزم داریم توی جای بازی میکنیم مثلا فکتا خیلی چیز عجیب غریبه واقعا من یه مافیا گم کردم مثلا جان تو که با یه مافیا درگیر بودی تو ذهنیت خود اصلا شیر تو خودت که نبود تو از کارت مثبتی منو با مجتبی ورود کردی تو بازی انقدر ما موقع حداقل شیلت باید روی اون بود تو مافیا ذهنی اونجا بود که این کارو نکرد ایراد نداره بعد هم تو اصلا تو با تایتل اسنایپری میگی مثلا سائق بکنم برم بیرون الان میزنی چیزی تو بازی چرا کامنت گرفتی از گفتی رضا فهمیده حتما شهروند تو بازی همتا به نظرت مافیاست همتا که به من دیسلایک داده بود سر کارت پرمیان توی بازی چرا این کارو کردی تو بازی حالا بشین ما کار نداریم عزیزم ببین یه چیزی هستش تو الان دیگه خیلی اسنایپر بعد برات بیاد بالا کار نمی‌کنی برات بکنی یا نگید که بیاد یه فکری برات بکنیم من اسنایپر بودم بالا میبرم توی شهر نه عزیز من بعد کانسول تو رو حتما ادک میکنم بیرون اینجوری که داشتی لایک میدادی سر ترنه آقای میثم می‌خواست استلام مثبت در بدی چرا الان دیگه مافیا نیستم تو ذهنیته آقای مجتبی حتما مافیا تو بگه دیروز تو دفاعش روی هم تا کردی داشت اینو آزای واسه تو بازی داره کنم حتی یارم تو واسه تارگت نکن حتما مافیا تو میذارم تو تارگتش نکنی میثم که حتما گادفادر حتما مجتبی یارش کنی میذارم که جای تارگت کنی حتما همین مقدم تو بازی شهرونده تو باید ترمینی همین مقدم تو باید تارگت می‌کردی چون همین مقدم فیلینگ داره تارگت کرد تو یه کدوم مافیا نداشون مافیا تارگتش نکردی سوختی حتما بازشون مافیاست دیالوگ گفتیم یا من تو خیلی نشد دیالوگ گفتیم اما مثلا اسنایپر دیگه نمیتونه تو بازی باشه مثلا چی اسنایپر دیگه تو بازی باشه بذار مثلا بادیگارد دستی بازی از بازی پوش بده این دیالوگا مثلا از شما بعید به نظر من تو من دیدم خیلی رای دادی تو این دادوی دست یک سر داشت میمن نه دیالوگ بیا در رای دادم به تو هم بگم چون من نگفتم شهرام مثبت من شهرام گفت بین میثم و حتی بیاد دادگاه چالش آخرش بود دیگه من چون مثبت داشتم پرمیان و شهرام به هر اون بدرد ولی رای دادم هیچ کدومتون ندادم گفتم به میثم رای میدم پویا روی برام مشکوک بازی یه چالش هست که بعد ببینیم فاکتور رو میارم یک تو دادگاه برگشت گفتی شهروند ساده‌ام تو نقش داری پس من با تو باید درگیر بشم نمیدونم تو که قطعی منفی توی صحبت‌های شهرنام گفته بین من و شما دو نفر منفی بیاین داخل تو دادگاه برگشتش گفتی شهرنام آخرین کامنت رو برگشته گرفته چیکار کرده ما دو نفر رو با هم دیگه درگیر کرده این دو من دیدم ما باید ببینیم گفتم منفی نمیتونستم بهش بگم منفی من همیشه تو بازی خودم همه دادم دیدی نقشه‌ها باشم اونم که توی ویدیو خودم می‌ذارم حتی اگه بیام داخل دادگاه پس من قطعی بادیگارد بازی هم تو بیاد داخل همتا کل بازی رو بگم می‌کشی با این حالت این فکت منفی داخل این بازی من باید کامنت بدم بگی چرا دیسلایک دادی اول گفتم دیسلایک من نفهمیدم تو چرا دیسلایک دادی به اینکه این گفت اون فکت نمیشه این مدام میشه میگه اون مثبت در مقدم منفی بازی این مدام میشه میگه مقدم اون چه میگه من نفهمیدم آخرا با اون چه نه ساجن مخالفم تکلیف خودتون مشخص کنید من با اون چه نه تو ترنش رو برای مقدم زیاد تارگت نمی‌کنم تو دادگاهش همین مقدم گرفتم می‌کنم من هم تو
چی داری میگی؟ کجا داری این بازی میکنه؟ این الکی فقط من جایی ندیدم به میثم تارگت بزنم، فقط اون بر تارگت میکنه. الکی داری مثبت میکنینش. به نظرم شهرام مثبت. شهرام من گفت شما کجا میدونم بودم شهرام من گفتم بودم شهرام من گفت تو شهروند گزیده منو گوش کن. مسیر نگیر سر هم در جنگ نکنید تو بازی. کجا من دیالوگ از خوش گفتم آقا من نمیدونم الان اون تارگت میکنه چرا نمیگین این یارشه؟ هیچ مسیرش به این نمیخوره، خط نمیداده. تو اسنایپری مگه چیکار اون داره؟ اسنایپر تو بازی نیست. اسنایپری چرا با تو مثبتی میخواد تو رو بزنه؟ چرا بهشگیر میکنی؟ جایگاهی نداری بهشگیر بدی وقتی اسنایپر نیستی تو بازی. من ورود به بازی این بوده که با آقای مشتبه برگشتم گفتم بیسم چیه توی بازی که اومده منو تحلیل کرده. من ورود به بازی با آقای بیسم اتک زدم. آقای علی مقدم مگه میشه شما غیر ما رو آشوری اصلا تروسایی چیکارش کنم؟ شما دو تا شهروند دارم رأی خروج آقای میثم. خب پویا رویان این چیه؟ من میشه قطعا اینجا مافیا نشسته. کارت پویا رویان رو مشتبه رو هیچ کی حق نداره از من بگیره. هیچ کسی حق نداره از من بگیره. هیچکی. این دو تا برای خود من از این بازی. تو امکان نداره مثبت باشی. تو هم میگم سایلنسر اینجوری سیف نشستی. فقط به شما دو تا به سمت این نمیاد. و اینا مسیر بازی کارت خودم امین مقدم منفی که ورود کرده بازی منو گفته قطعی مافیا تو بازی فرض کرده اونجا بره چیار وجود داره. چجوری شهروندش میکنید واقعا؟ من اگه منفی باشم من تو تایتل منفی انگار بغیرت هستم واسه تیم من اسنایپری میزدم. اصلا اسنایپری میزدم میگم من تیر نزدم. میکردم این کارو. تیم هم موجود باز میاد میگه خدا حالا من بدم. من این کارو دیگه منفی. اصلا راه ندارم اصلا تو نیام. آره دقیقاً دیگه شهرام برگشت به تو گفت تو مسیر تو نرو. من با تایتل شهرام کار نه. شهرام به تو گفت تو مسیر تو نرو. تو بکش سر من دارم تو کشیدی عقب. الان دوباره هم یارو تو گفتی. درسته؟ همین چیه؟ پرنیان چیه؟ هیچی نیست؟ مگه میشه هیچی نباشه؟ پرنیان تو کاتسور پرنیان تو صورت توه پرنیان تو تکنیک سه دو روز بازی میشه اون چی؟ بیا قبل من حرف بزن هم غیر از گوش کن بازی رو ذهنیت رو شک و از سمت من ببری سمت دیگه اصلا ببند مثبت نه که عزیزم ثابت بکنم تو بازی رو اونجوری که نمی‌تونی که خیال راحت باشه تو شهروندم بلدم چیکار کنم هم تا دیروز شهرمان با تو درگیر شد سر تو با کی درگیر بودی تو بازی درگیری؟ با آقای میثم. یار فرضی آقای میثم امروز کی میتونه باشه؟ آقای رضا توی بازی درسته؟ اومد چالش گرفت گفت همتا که به نظرم مشکوک بوده همتا اصلا نباید برات مشکوک میبوده چون تو بیت شهروندی پریان بود توی بازی اگه شهروندی مشتبه رو تارگت میکنم تو بستم رو شهروند مشتبه حتما شهرونده این پریان میدونی چی میگه حالا اسفناج بالا میاره میگه امین مقدم به نظرم حتما تو یک مافیاست این مافیا باشه اون چه نشد تو آقای داشته این رضا فهمیده میگه که این بین هم ملوزون مافیاست امین مقدم مافیاست شهرام رو تارگت میکنه مگه میتونید تو شهرام باشید فکر نفهمید این آقا دیروز زیدان دادگاهش عملا لایه نقش بازو داشته بوده این آقا امروز از کارتی که داره پامل میگیره اون امروز میگه دکترم حتما میگه دکترم الان وایسا آقا یه دقیقه وایسا بازی ببند اون باید گادفادر باشه گفته بادیگاردم رو خودم بودم دیگه درسته من چین میثم ابراهیمی ام پس حساب لایکم تو بازی بعد وضعیتش نیومده یه دکتر هستی فرد استلام منو بگیره دیگه اون گادفادر منه این اسنایپر زده اونو نمورده گفته بادیگاردم گفته دکترم رو خودم بودم پس من گاد کیفایدم پس حساب لایکم پس باید استلام کنم اگه میشه اینا رو نفهمیم فقط بخندیم نگه اول صحبت کنیم آقای شوقلبی ها بودیم چی گفتم فیلمش پس ما مافیاییم با امین مقدم آقای میثم ابراهیمی تو بازی آقای آرین تو ترنش از من تارگت خورد من تارگت نکرد آقای سام سیت دو بار تو بازی کاور کرد سیت سه آقای امین مقدم تو بازی چالش گرفت گفت چرا شهروندا دارن یار تارگت کاور میکنن رفت یارش تو بازی تارگت کرده من سیت 10 چالش از گادفادر گرفتم گفتم همه رو بکنید گادفادر کردم بریم تو بازی شو ملت نمایان کار چجوری بچه‌ای ابتدا این کارت مافیه من نیست بازی کنم چون پویا رو نمیشه تو بازی کار می‌کنم تو بازی کارت معارفه می‌کنم آقا یه چند تا استدلال بیاریم که آقای میثم حتما بادیگارد نیست. خب شما دیروز تحت فشار تارگتی بودی دیگه چجوری به خودت سیو دادی؟ چجوری به خودت سیو دادی؟ نه اصلا به نظر شما که حتما مافیه شما دیروز چالش یکو گرفتی گفتی دوستان عزیز آقای مشتبه آقای پیارویان کارتاشون من تو بازی بسته اگه پویا اگه مشتبه داری تارگت کنی برو پویا آقای پویا شما باید این فکت‌ها رو متوجه بشی استاد تو باز چالش گرفت گفت شما کارتاتون من بسته آقای مشتبه داره تارگت می‌خوره پویا رو چجوری تو باز تارگت نمی‌خوره توی دفاعیت
امین مقدم تو بازی میتواند شهروند باشد، خانم هم تو بازی مافیاست. کل بحث مستقیم این بود که آقای مشتاق تو بازی گردن بگیری، توی دفاعیت به نظرم حتما گذاشتیش لادن. امروز که میثم تک میاد تک میره 5 ثانیه. خب من اسنایپرم، این چیه؟ بعد این مافیاست نوبه مگه؟ ببخشید چی هست که نقش با دیوار میزنه؟ میثم تک به چالش بدم. من دیروز توی رای گیری اصلا رای ورودم به شما نداده بودم، اصلا گفته رای ورود به شما دادم، رای ورود به اینجا دادم. اصلا سایدم مشخص بود که شما بهش رای می‌دادید. من سایدم رو روز قبل انتخاب کرده بودم که مثلا تو بازی منفی. حالا من این ساید رو گفتم قطعی روش منفی، 3 نفر به من اومدن رای خروج دادن. یه دونه مشتاق بود، یه دونه پویارویان که اول سر من گیر که رای مرگم به من دادی. چرا باش دیالوگ می‌کنی؟ منفی حتما دیگه نباید باش دیالوگ کنی. من یه چیزی تو ذهنم دارم میثم، رضا فهمیده، پویارویان، مشتاق، کیان. مثلا اینا مثلا تو بازی برای خودم این چینا رو به نظر اینطوری باید باشه. با همین هم که مثبت دارم بازی می‌کنم، بازی قشنگیه. اولین چیز با یک کلامیه، درسته آقای مشتبه؟ از کی تا حالا دکتر میتونه استعلام بگیره تو بازی که شما میگه استعلام بگیره؟ نه دیگه بیمان دیگه ابتدایی صحبت بکنیم. حالا این آقا چیه؟ مافیاه که بره بیرون کانسولشون ببره. تروره اومده گفته جلوی اون بادیگاردی بزنم که توش همینجوری میرن. میومد یه نقش دیگه میزد دیگه. اینقدر واضحه که ما هم بازی بکنیم اصلا خیلی بده، خیلی بده. ببین امروز اون شخص رو میدم بیرون، فردا تو رو از دک میدم بیرون. اوکیه؟ من گفتم اینجا سایت هیچکی نخواد حرف منو گوش بکنه. کامنت به مافیا اگه کامنت بدم امتحانم آقا باکس میثم، رضا فهمیده، پویارویان، مشتاق که حتما مافیاست. حالا من چرا شیل گذاشتم رو خانوم پرنیان؟ چون اینجا یه ستایی مافیا این آقای پویارویان گفت، این آقای سام گفت پویارویان حتما شهرونده، این مشتاق گفت حتما شهرونده، امین مقدم گفت حتما شهرونده، این آقا گفت حتما شهرونده. پس این سایده قرار بود گره بشه فردا. گفتم پس ما ستایی که اصلا تیر نمی‌خوریم. این خانم پرنیان با کارت من ورود به بازی کرد، گفتم حتما شهرونده. بین تو و امین مقدم می‌خواستم یه نفر رو شیل بذارم که گفتم به تو این آقای رضا فهمیده، تو میگی من اسنایپرم، گفتی من گفتم اسنایپرم، لاین نقش تو که حتما یه چیزی بگم. هم تو گفتی اون تو ترنش گفته که امین مقدم میتونه شهروند باشه، این گفتی دیگه. این سر صحبتش تو دادگاهش بلند شد تو امین مقدم فقط دادگاه کرده، قطعی منفی شد. چرا فکتی که نشنیدی و میسازی؟ چرا میسازی؟ آقا میگه نشنید، لایک بده، چرا ساختی هستی؟ چیه همچین دیالوگ نگفته؟ تو ترنش هم که دامن نمیدادی، تو ترنش هم تو تارگتش هم تو دادگاهش هم تارگت زد. چرا دستی نشنیدی و تارگت فکر میسازی تو بازی؟ تو با بلنش کیهان رو تارگت کنی که بلنش کنی یه تیر اسلام منو بلنش بزن، بلنش من امین مقدم تارگت میزنی. فقط من بهش گیر دادم، روزی بلنش گفتم باید میزنیم پویارویان از ما سوال کنم شهروند بدارش باید از کار خودم دفاع بکنم. شما فقط میتونید تو تاکید اسلامی منو بزنید، لایک دیسلایک ندارید. فردا بازی میام بیرون بعد دیگه آقا جان تو بد برخورد کردی، من بد برخورد نکردم. با پویارویان جنگیدم، بودم شهروندم، با من بجنگیدم. الان استایپر نیستی؟ همین الان من شهروند ساده میگم تو قطعا استایپر نیستی. منو بزن فقط. قطعا استایپر نیستی. شماتش داشته باش منو بزن. فردا میام، من خودم در کار دست خودم میدم. منو بزن، فردا مشخص بشه. تمام. نه فقط منو بزن. به درد نمیخوره توی بازارش. کمکی نمیکنه. این فکتی که گوش کن، حتی فکتی که مشتاق برای استقلال رولای پیش آورده فکت خیلی درست حسابی. اصلا از تو بعید دیگه متوجه نشی. همین من دارم شهرام رو تارگت میکنم تو بازی، با سر داری تایید میکنی فکتامو. که هر چی که در مورد شهرام گفتم داری عزیزم با تو دارم صحبت نمیکنم. من با پلیر صحبت کنم. با تو که حرف نمیزنم. نیاز به آرامش دارم. مافیا بود این بلاک اونجا تعریف می‌کردم. آرامش یعنی من تایتل دارم، ماساژم پای ماسو رو بیاریم برات دیگه. یه نیاز به آرامش دارم. بشین بابا. عزیزم من اگه مافیا بودم حتما یه کار کاری کرده بودم واسش. گوش کن، ببر اون مثبتی منو مشتاق با خود بازی کن. بین اینا دو تا حتما مافیاست. اینجا جلوی کامل نمیدونم، من کامل میدم به کسی که من کامل میدونم. رأی خروجای همین رو ببینم. رأی خروجای این نگیده‌هاشون رو ببینم. رأی خروجای همدار رو ببینم. پویارویان به همه اینا رأی دادی تو. فقط به میثم رأی ندادی.
نکنید این کار دیگه داداش اون اسنایپره نه تو شهروندی پویا رویان سیفه برو پویا رویان تارگت کن دیگه کسی دیگه رو تارگت نکن شهروندی فقط پویا رویان مافیا آره مشتبه باید این چیزا رو تو بازی بفهمی که یا سعی میکنی نفهمی یا شهروندی پویا رویان داره کاورت میکنه داره بازی رو برات سخت میکنه چالش میخوای بگیری چی بگی آقا دیگه من اسلام مثبتم یا اسلام منفی همین مقدم فکت خیلی داری ولی به نظرم دادگاهت خیلی شرمنده دادگاه خوبی ذهن من میسم تو دادگاهش وقتی رفت همکار رو تارگت کرد به 3 تا شهروند بعد اون تارگت نمیزنه که بگه تو اینجا یار داری هر 3 تا عصبی بشن برای فروش بکشن زیرش این هاشون که بادیگارد پس تو ذهن من بین آنمانده هاشون میتونه مافیا باشه اینا همه اینا رو بزنیم امروز تک میسم رو بیاریم استعلام برسم تو مشتبه به نظر من که ساید مشتبه و شهرام برقرار در بیاد چون شهرام خودش هم توی بازی میتونه مشکوک باشه از روز معارف تک تارگتی داره تقریبا مشتبه بازی میکنه روزم شد قبل اینکه همونطور بگی شهرام تقریبا کامنت‌های اول گرفته دوباره مشتبه رو شارژ کرده در ادامه خانم حمدا اومده گفته میسم زدم شهرام رفته سمت میسم ولی باز در ادامه به سمت مشتبه اومده توی بازی به نظر من استعلام اینجا باشه که برای فردا بازی راحت‌تر باشه فکتی هم که میاره درست اگه استعلام مثبت باشه اون گاتفادر باشه استعلام مثبت فردا شهرام میشه خدای بازی ما ایشون بازی می‌گیریم حساب دستی درست شهرام امروز جنگی نداریم امروز دارم میسم اول آره مرسی این شخص باید در بازی بره بیرون که دقیقا من میخواستم حرف چیز رو بزنم دقیقا میخواستم حرف مصطفی رو بزنم این شخص باید بره بیرون استعلام باید باشه امین مقدم و رضا بینشون یه منفی وجود داره از نظر من بین این دوتا باید یه منفی وجود داشته باشه تو ذهنیت خودم معلومه نیست بعد این مصطفی جان یه آب به ما میدید معارفه رو تحلیل نکردید میسم حتما مافیا چرا به من یک نده معارفه میسم یک نده من به یک نده من تو میذارم مافیا داریم یک میدادم دلش اینا رو بریم این آقای پویا رویان ببین چی گفت بابا امیر بریم بشین بابا چرا اینقدر شوری که نشداری تو بازی نیاز به آرامش دارم خب من مافیا بودم بلاکت میگم خب فهمیدی نشد بهش 2 دادی شو ملل نیاز به آرامش داری یعنی درس داره دیگه چرا بهش 2 دادی 2 چرا بهش دادی پس آقای میثم گادفادره امروز گفتین گادفادره آقای میثم کی تارگت کرد سر صحبت بازی کی تارگت کرد چالش داد به من گفت شهرام حتما مافیاست همتا کلاری حتما مافیاست من مافیام با اون نمایان چی آقای میثم اون تک میاد با یه تک در بازی قرار میشه فردا من مشتاق استلام منفی شدم تو دایره سایلنسر میکنم بیرون چون 8 کیلو بک داره تو بازی خنده میکنی مثلا که خارج میگی پنیان شهروندی افتضاحی مثلا اینا واسه خودت دیگه دست کامل شهروند میشه اگه میکنن بیرون 13 نفر تو بازی هستیم 6 رای دفاع افراد بود از سر صحبت آقای میثم چند رای داره آقای آرم آقای رضا آقای مصطفی آقای پویا آقای امیر خانم پرنیان آقای مشتبه آقای محمد آقای امیر آقای کیهان آقای سام و آقای شهرام آقای میثم تارگت کابل مشتبه دارشم بعد تارگت کنم آقای مشتبه فهمید که باید برید تو آقای میثم یک نظر که آقای امیر فلفلی تو بازی مافیا بود یه بادیگاردی میزد داداش تهش باید میگفتی چرا بازی کن چطوری ذهنیت تو مغزت به وجود میاد که معارفه به امیر محمد حمدا 2 دادی گفتی تو باکس شهرام امیر مقدم ستایش پنیان چین نشسته 8 تا مافیا داشت دیگه این میثم شما ملل خالص رو تارگت نکردی کی مافیاست آقای میثم رو 2 میدید 2 نه بیاره به شهروند نبود یک تا 2 میثم داشت تو صحبت نمی‌کنه لاک بده میثم بره داشت آنچین خارماده رو با ماکس رای اومده بالا فقط من شهروند ساده رو رای ندادم این شهرام میگه چی میگه اگه امیر فلفلی مافیا بود بادیگاردی میزد بادیگاردی زده چون پاور یه اسنایپر داشته من فقط به خاطر اینکه این پاور اسنایپر داشته اعلام نقش کرده گفت آقا با تایتل این بادیگارد اون بره با چینش کیه پویا رو چینش من شهروند دارم تو یک شهروند دارم چین نکسرمانی که آن چین مانداره بچه یه لحظه دیالوگ گوش بدید یک لحظه اون اسنایپر من
من بادیگارد خودم بودم شروع گذاشتم به زده اون باید چه نقشی بزنه؟ دکتر کارگاهی رو بزنه؟ باید بادیگاردی بزنه من گوش کنم بزنه این تو ذهنیت خودتون بشین این یه حالت دومی حالت همتا توی دیالوگای دادگاهش برگشتش گفت من شهروند ساده‌ام تو نقش بگو من تو رو برندن بیرون مشتبه رو بدم خب وقتی به من داره میگه من چرا باید اصلا بگم جلوی یک منفی که تو ذهنیتم میگه و شما بادیگاردم این آقا منفی ها فولای اومدم داخل دادگاه مگه میشه من باید این وسط یاد داشته باشم دیگه تو یه رای دیگه داخل من هر دو رای داده امیر رای داده مصطفی رای داده نه این شرکت کرده نه اون شرکت کرده نه این شرکت کرده این میاد میگه کی به میثم رای داده اینا همشون میگن ما با هم دیگه رای دادیم مگه میتونی به من رای بدی فولای اومدم داخل دادگاه تو دیالوگای دادگاه برگشت گفتی نقش دارم به این رای ندادم من مطمئنی هم تو با من درگیره من به من گفته شهروند تو نه بشینیم با هم دیگه من چی باید بهش میگم رای میدیم آقای میثم چند رای داره وصیت بچه‌ها یک فرد من یه بادیگارد بودم همیشه هم توی ایونت به خاطر اینکه تیر اول رو می‌کنم رو خودم می‌ذارم حتی اگه داخل دادگاه اومده باشم اون فرد اسنایپر بوده منو زده اون با کارگاهی واسه تو بزنه دکتری باید بزنه منفیه باید بگه بادیگارد که من پوش بشم برم دیگه چجوری بازی می‌کنیم تو قطعی منفی بازی پرداخت یارته نگاه می‌کنم فیلم آقای مافیا بیدار شب اگه شما بودم توی آرامش نیاز دارم بودم احتمالاً امکانش هست شب تنها بودم چون تقریبا با شما سایت یک بسته بود شما و رضا فهمیدی تنها کسایی که توی دادگاه تصمیم گرفتید که بهشون رأی ندید رأی بدید نظر می‌خوام به اون آقای میثم رأی ندید آقای میثم از نظر من قطعی مافیا بودید که بازی رفته دید در ادامه فقط به شما دادگاه بودم که سایت که سایت دنده بخورم میرم کارگاه جرسلم گرفته باشه سایت در اومده باشه بین شما ها مافیا دارم مقدم نمیدونم این تحلیلش برام سخته بهت میگم منفی که حالا بعد از این اگه خواست کسی رو نمیشه دیگه چنگ نمیاد واسه یکی که گفته شهروند ساده‌ام من ساده بزنم بیاد خودش رو شروع کنه که تو بازی به نظرم اگه میخوای بازی کنی شهنام بیار داخل دادگاه کیهان بیار داخل دادگاه نه من میخوام بیار داخل دادگاه نیست دیگه بازیکار نیست ببخشید دیگه نیست مقدم صحبت کنم من صحبت میکنم آقا من برمیگردم از شما این سوال می‌پرسم روز یک آقا کیا رو تارگت کرد تو بازی تو من میخوام شهروند بنده باشم تو بازی مسیر بازی یه طرف دیگه است آقا رو تارگت میکنم امین مقدم آره جایی گفتیم به تو چرا همچین چیزی نگفتی که تو عزیزم تو گفتی که آره امین مقدم اسم اینجا محمد کجا این فکتی هر دیگه نزدی الان فکت استفاده میکنی کجا این یادو گفتی کلا یه مسیر دیگه ای تو بازی گرفتی تو بازی حرف بشن فکتی که داره میاره برای خود میشه هر حرف بزنی میشم اون از من تا مثلا در نظر نگرفتم
آقا نظر من تو این بازی شما دوتا آگاه نمیتونین باشین، یکیتون شهروند میتونه باشه، یکیتون سایلنسر. من بین این دو نفر شهروند سایلنسر دارم، پویارویان و مجتبی. من بین این دو شهروند سایلنسر دارم. آقا کیهان یه ذره مشکوکی، ولی یه کامنت بهش بدین صحبت کنه. به نظر من این دو نفر بیان دادگاه بهتره. حالا یه لحظه، حالا یه کارگاه که همه شهر گفته بودیم که بره از مجتبی استلام بگیره، استلام منفیش اومد، حالا کارگاه بره سراغ رضا یه استلام بگیره یا منفی یا مثبت. بین این دو نفر بیان دادگاه، آقای پویارویان، آقای مجتبی. نکست. تو آخرین صحبتی همین اول میشه. آقای جان، من چی رو قربونت بشم تو بازی مثبت داری. من ورود به بازی میتونی یادت باشه کی را تارگت زدم تو بازی. گفتم میسم اینجا رو نخواسته تحریک کنه، اینجا تارگت زدم، این دوتا پشتم گردن گرفتم. پویارویان میدونی دیروز تو بازی چی گفت؟ کارآگاه میخواد باشه استعلام باید اینجا بگیره، درسته؟ پس من اینجوری الان دارم میگم اینجا سایلنسر تو اون استعلام مثبتی که داری کار می‌کنی. خب من زودتر باید گردن میگرفتم پویارویان، خیلی زودتر باید گردن میگرفتم. خب چینم شهرام، سام، بادیگارد کی؟ امروز هر دوتا رو میارین دادگاه با من. یه کارگاه لایک بده بچه‌ها. کارگاه لایک نده هر طرف بازی رو بیرون تکلیف باش میکنن، میدونی مثال میکنن. کارگاه لایک بده. سام پس کار. چون تو بازی ما گاتفادر گذاشتیم بیرون. کارگاه دو تا استلام دیستاک هم داشت، الان ما دیتا میداد. چه بلاک بود، چه دو تا استلام دیستاک داد، ما دیتا میداد. مهم نبود سایلنسش کنیم. آره رضا فهمیده نیست که مافیاست، آره همین مقدم. شما تو ذهنیتت اول باید بری کارت آقای میثم ابراهیمی تو بازی تحلیل کنی که چی بوده تو بازی. اگر تو بازی بادیگارد بوده است، تو بازی همین تو بازی تحلیل کنی. اگر بادیگارد نبوده است، باید کسایی که بهش دو ندادن تو بازی تحلیل کنی. این خانم اهداف درابی معارفه با گادفادر تو سایت بوده. حتما زمانی که گادفادر بعد مافیاه، حتما حداقل یک یاد در رأی خروج‌های دو خانم اهداف درابی شرکت می‌کند. یادش رو دادن پویارویان، مجتبی، آقای کیهان. باید خروج فهمید دنبال مافیا بگرد، چند یه تارگت می‌کنم تو بازی. کیهان، مجتبی، پویارویان، رضا فهمیده چینن تهش یه شهروندشون باشه. همین چین ابتدایی. برید بیرون یکی چالش برای شما باید من سوال کنم. آخری هم داداش، روز اول ما با کی سایت گرفتم؟ با پویارویان. گفتم برای بار آخر دارم با دیالوگ بکنم، یک بار دیگه باشی هر نقشی باشی من میام تو. درسته؟ الان برگشتم چی گفتم 2 بار اومدی تکرار کردی، گفتی من اگر اون یاره بودم 100% میذارم بعد از اون ترورش ترکی. پویارویان اومده روز اول ببین ما سرور گذاشته، میگه این دو نفر با هم کار ندارم. یه بادیگارد اینو مثبت داشته رفتی گوشتی، من منفی داری؟ نه. تو من منفی داری؟ همه منفی داری؟ بادیگارد من منفی ندارم. بازم میگه ببین اینا سایلنسره. بین من و بادیگارد سایلنسر، من سایلنسر بودم میگفتم اسنایپر بازی یار خودم میشوندم، مافیا آقا بودم میومدم باش دیالوگ نمیکردم، بودم آقا مسئول اسنایپر قبول من شب بزنش. رای من فقط برای پویارویان. بازی داریم. من فکر می‌کنم همه قرار به دست من رای بدن. آقای محمد، امیر، پنجان، همین مقدم، آره اینا قرار به دست من رای بدن. تک آقای مجتبی میاد تو دفاع از بازی خارج میشه، چون من معارف ساید بازی رو فریز کردم تو همتا آقای میثم. آقای مجتبی تو دفاعیش تصمیم گرفت باکس این دو تا رو تو بازی آشتی بده، من تو بازی تارگت کنه. پس شما از بازی تک خارج میشید، تک آقای مجتبی، تک خروج. دکتری بازیکن کشی شهر هست، برو داداش خیلی وقت داشتی آفرا کارو کردی. خدا من یه بار که فرق می‌کنم می‌خرم یه نفر برای خودم. دکتری میذارم توی بازی، میگم شب یک دوتا بودم تیر نیومده، تو رو میخرم برای کاری داره مگه یولم مگه نقش زدم بلد نیستم مگه کجا من با تایتل من تا رو نقش نزدم. یه بازی نام ببر دیدی تو ذهنت نیومد میشه مگه مثلا تو میگم مافیا خیلی بدی از استهزایی به من میگید من اینجوری از آقای مجتبی چند رأی داره؟ آقای رضا داره. دوست پرس داداش آرم که داره تو اینجا بازی دست پرنیاز شیرالی ما من نگاه میکنم همین دوتا باکسن. من چالش سردست دادم به کیهان ایدری، گفتم که به من بک بده. قبلش این شهرام صحبت کرده، گفتی که چی تک امروز مجتبی میاد چالش داده. بفرمایید دوتا با هم دیگه باکسن.
2 4 6 8 10 11 نفری من برم بیرون 10 تا شات میزنم 9 تا سایلنسی میاد 8 تا باز پوینت داری بازی میاد ولش کن من رو دک میکنید بیرون کارت هم میذارم جلوی پویا رویان این چجوری این بلاک نشده دیشب باکس این دو تا رو با هم دیگه گردن میگیرن آره این میترسه سایلنسر بزنه ولش کن مثلا رأی از زیر من کشید اگر رأی داد بعد کشید آره نمیترسه سایلنسر بکنه بیرون تو که 100 من میترسه که بکنه بیرون مهم نیست اصلا خطی روبروی من براشون مهم نیست کی بره بیرون خود همین آمدن از من گرفته که اصلا من تاریخ رو من بده بیرون اگه اون رأی نداد این یکی حتما بکنید بیرون ها تو اصلا باید این بین یکی رو انتخاب کنی من خودم به گفتم منفی خودم به اون گفتم منفی باید این بین یک منفی نشسته و ببین یکی شهروند تو دیوار یکی ما تو گفتی مهم نیست یکی رو بخوریم اصلا مهم نیست مثلا ما میگم 100 شهروند چون اصلا مهم نیست کیو بکنن بیرون فقط میخوان یه نفر بدن بیرون آقا روز معارفه خودتون دیتا تصدیق کردید گفتید اون بین باید یک مافیا نشسته باشه دیگه پس من میگم مافیا شهروند همین قد دوستان از آقای امیر مقدم فقط یک مشتبه آقای رضا اشکال نداره آقا ما یه روندی اومدیم الان تو ذهنیت معلول خودمون درست بود ولش کن به نظر من تو آره امیر مقدم کنان هیدری دک نشستیم این صاف اعتمالا میشن با سایلنت اکت سایلنتی میاد چون حتما کاراگاه دیگه سایلنت نکن به کارت خوش خیانت کرد تو امشب باید بلاک بشی داداش باز بلاک تو بشی فکت شهروندی من حتما تو بازی ورود میکنه اون آره که حتما مافیاست تو دک چون داره از کارت اینا قابل میگیره به ما تارگت میزنه آره کیوان هیدری امیر مقدم اینا دکن نخند دوستان مشتبا برو بیرون مشتبا یه لحظه آرزا مشتبا بچه خود ماسک نزنید مشتبا بره یک ساعت تموم شد 2 ثانیه آقا دخالت کنم ماسک بزنید یک یه لحظه 2 3
همین روند رو ادامه بدیم رضا فهمیده حتما مافیاست یا بگم حتما مافیاست. حالا من کیهانش یکی از دلایل میگم منفی اینه که مثلا میسن رضا یا این ستایی که منفی دارن هر ستا گفتن این بین حتما یه دونه مافیا حضور داره. اینکه بادیگارد من که شهروندم یعنی تیرم خودم مشخص شد. به خاطر همین گفتم کیهان منفی. باز با این حال امروز همونجا تحلیل کنی، یعنی به پویا رویان رضا فهمیده یکی بدید بیرون. بازی قشنگی بود انشاءالله که شهروندان ببرن. من امروز فقط این آرن رو می‌خوام آقای آرن تو کامنت رو دادی به این آقای امیر درسته که به چی برسی؟ من بادیگارد مگه دستم بالا نبود تو موظف بودی به من به چی می‌خواستی برسی؟ توی ترنت هم نگیدم در موردش صحبت کنی تو که قطعی منفی امروز تک این آقای آرن میاد تو دادگاه تک میره آرن که قطعی منفی یارش هم به نظرم میتونی باشه ولی فقط آرن داداش من به تو نه رأی رو دادم نه فرصت آره منفیه من که به آره از روزه معرفه گفتم حالا تو چه فکر دروغ میاری برگشتم گفتم بین امریکروی میسم امکان نداره مافیا باشه گفتم لا این وسط بگیم برگشتم گفتم امیر مقدم به اون بین یک مافیا حتما نشسته اینو زیاد کار ندارم بیشتر محمد درسته با آره برای مشتبه رأی کشیدم روز شد رأی شد مشتبه تو باید رأی خروج کنم تو چه کار بدی به پویا رو گفتم منفی فکر از کجا میاد صحبت من چرا تو بازی برمیگردونی صحبت من چرا حالا آقا نه دکتری کار شهروند سازی روزه چجوری اومد تو صورت پویا رو نه ترسیدی این بیاد توی دادگاه قاطیه ببینه من کشیش تو بگی مشکل من حرفی نیست با شما دکتر داری این دکتر یعنی لایک دیسلایک دکتر داری ببروش دکتر دیگه میام دهنش میچرخی که شهروند داشتن باشه یاریانو بدم بیرون با تایید سر باشه داشت مگه میشه دیروز من یکی بدی من مافیام به میسم وارد فروختم یا باکس کردم تو با شهروند ریس کردم ساید بازی و کسی هم که نیومده آخرین صحبت هم میگم دیگه همین میتونی ببرم چند میبینی دیل تو بگو چند میبینی ما اون داد به هم مثلا عجب بری بازی میکنم جای اصلا حل برگشت مرگشت نیست یا مافیا بشمارم چی بدونم شهروند چرا باید بیداری کنی؟ به چه دلیل باید بیداری کنی؟ تو روز یک یه آرم مافیا داشتی یه مشکل یه فیلم یه آرم بود کامنت گرفتی گفتی من یه باگ عمدی دادم چرا تو دکه به این سنگینی باگ عمدی چرا دادی؟ ترپ با باگ مگه میشه؟ چرا همچه کاری کردی؟ خانم شما که از من درخواست میکنی که از بقیه میکنی کارت من رو بکشن کنار اینقدر من برات مثبتم چرا به ذهنیتم تو بازی احترام نمیذاری خانم پرنیان چرا به ذهنیتم تو بازی احترام نذاشتی آرن جان دو بار بهت گفته قربونت برم منو مثبت داری پرنیان حتما مثبت دارم با بازی نه اینجوری که نمیشه بازی کن شهرامو بیار داخل دادگاه بلاکی نیومده از این مرسی میگم خودت داری میگی آرامش پرده بشان ندارم بعد تو پرده بشان تأکید باید بیاد بالا روز یک تنها کسی که میدونست تو بادیگاردی من بودم برای اینکه شب تو بودم تیر نمیدن بعدش اومدم پرنیان چون پرنیان تو ذهنیت خودم مثبت داشتم آقای پویارویان شب سم واقعا مغزم داشت میگفت آقا من میرم روی اون باید بره روسام که دقیقا من این کارو کرده آفرین میدن یه جنبندی تا همین سرطن خودم صحبت آقا این شروع که از دادگاه اومده کردن قطعی من نشسته دیگه از خیالات نمیدونم فکت قوی رو شما فکت قوی رو نمیتونیم باشید فکت ضعیف مثلا چه میدونم اون تو رو تارگت کرده نمیتونیم باشید ولی فکتی به قدرت اینکه تو اون کامل کردی که نمیشه تو بازی کش کنی به نظر تو منفی تو بازی تو باید بیشتر تحت فشار قرار میگیری من به نظر کیهان روز یک زد زیر تیبل که من با تو یک به یک میبندم با هم جان دادگاه بعد فروکش کرد کشکم داره به نظرم فشار من مثبت دارم من خودم استعدادش مثبت میگیرم کیهان خیلی منفی دارم رضا فهمیدنش خیلی منفی دارم
نه شما بعد من لطفا صحبت کن. شما این آقای منفی داری الان من بازی چاپشون باشه نیست. حالا آقای مشتبه مافیا میدونی چیکار کرده؟ باز هم اومده شمرده میدونه که فرد چاپچاپ نمیشه بخواسته فرداشه دوباره میگه تو از نظر من منفی بودی. ببین کلا که دو تا لوپن. به نظر من یک مافیا یک سایلنسر وجود داره که من تو این خطه میبینم. فقط تو همین خطه میبینم. تو همین مقدم چیه؟ منفی. گویا رویان چیه؟ من به این سه تا امروز فقط رای میدم. میخوای فورس کنی کسی بذاری بیرون تو شوشرمند چون از روز معارفه داشتی با من بازی میکردی. الان دو تا ساپورتر گیرشون روی من گذاشتن تو بازی. نوبت من. یک کسی به نام آقای شهرام اومده گفته امروز فقط دست من چالش بهش دادم. اگر آقا مشتبه شهروندم باشه که نیست شهروند بدیه. پلن شب داده اینکه شب سایلنت میشه. من تو ذهنیت یه دونه سایلنت یه دونه مافیا آقا مونده. تو ذهنیت ما باید اینجوری باشه. چون نگاه کن من با مشتبه یاره میشم. یا من مافیام یا اون مافیا یا جفت مافیاییم یا یک اون مافیا من زبر با سر گرفتم. بهش بعدش میگم داداش من شهروند ساده‌ام همون اول. اگر خواسته باشی با من تعامل نکنی تا آخر نقشدار باشی باید می‌کردم. چیکار باید می‌کردم؟ الان تعامل کردم. با دیوار من منفی داره نه. اون آقا من منفی داره نه. چیکار می‌کنم؟ کامل واسه پرمون بعد از من. آقا من می‌خوام بازی رو ببازم. این آقای رضا فهمیده رو مگه میشه دادگاه نگیریم؟ این آقای دکتر بود. این آقای رضا فهمیده برگشت گفت آره منو سایلنسر دیدی که به رنگ نده. بین یک من بادیگارد بودم. آقای رضا فهمیده خطاهای زیادی انجام دادی تو بازی. بین دو تا بادیگارد یه دونه گادفادر گفتی حتما بادیگارد من میشم منفی. به اون گفتی سایلنسره، گفتی مافیا آقایی که تو رو چشم بسته دیده دکتر در من. بعد پولارمان الان اونجا موضع شهرمون داری پایین میاری واسه من مشکوک. این شهرمون میگه آقا این آرنو که دکتر تارگت نکنم این با تایتل منفی نمیاد بگه اون دکتر که یا حداقل نقش میزنه جلوش. این رضا فهمیده به نظرم باید بیاد برسه. توی لوکیشنی که مشتبه وصیت کرده بود بین آقای کیهان امیر مقدم رضا فهمیده مافیا گذاشته بود. رضا فهمیده هرچی نگرد چون این دوتا دنگ بازپرسی رو کجا دادن به رضا فهمیده. تو امروز اصلا نباید بگی تو اینجوری بعد که قطعا این دوتا یار آقای مشتبه که روز معارفه بهش ورود کردیم آقای امیر مقدم آقای پویا رویان چی ببین اصلا رضا رو من متوجه شدم اول بازی برگشته میگه که من نمیدونم یا اینو میخوام شهروند بده باشم کسی شهروند بدی وجود نداره اینا با کارت میثم رنگی خودشون شل کردن تو بازی. من اون شهروندی میخوام که دفعه میشده واسه همین اصلا نمیتونم شهروند ببینم بعد میگم سایلنسه که بین اینا یاد بگیریم کدومه میخواد سایلنسی به نظرم نیاد بعد رضا فهمیده بره چون به نظرم نمیتونه مافیا اینجوری نشسته. ببینید حتما مافیا نشسته تو بازی چون از کارت مافیا نشسته حتما پشت تو مافیا گردن گرفتم اما من سایلنسر هم رضا فهمیدم. چالش من برای پویان بعد داره آب بیان مشتبه منفی بود دارم بازم میگی منفی نیست. مشتبه شهروند داره میره بیرون منو که بادیگارد اومده با اون دکتر با اون میره چه میکنه میگه این ستا دادن سه بار تکرار میکنه جور در نمیاد. شما 3 روز برگشتی گفته مشتبه تازه با کارت شماست اصلا جور در نمیاد. بعد مشتبه شهروند باشه اشتباه کرده تو ذهن شما میاد مشتبه شهروند اشتباه کرده من شهروندی که اشتباه کردم رای دست شدم میام میگم قطعا این باید سایلنت بشه شاید سایلنسر یه ذره حواسش من باشه نره چجوری باید بگی؟ نتیجه میگم اگر مدعا منفی باشه شما باید چالش هم داده شما نتیجه میشه پرمیان مثبت درسته چون فرص پرمیان اون مافیا باشه پوینتش برای پرمیان با شهرنام. حالا پرمیان میگه که رضا به نظر من از دک باید بره بیرون با من شده یا میگه اینجا دیگه درسته. خب الان آقای امیر مقدم بلند شد تو تارگت کرد خودش به نظرم تو مافیایی به نظرم گفت تو مافیایی درسته. آقای امیر مقدم به نظرم آقای کیان گفت این مافیاست. خانم پرمیان که باید شهروند توش آقای مشتبه از دک بیرون کرده برا به نظرت حتما مافیا بوده. من باید حتما مافیات باشم میگیم درسته. اینجا یا باید اینجا رو تارگت کنیم چی میگی تو سر اول خودم گفتم دادگاه من پویارویا رو گفتم از روزه گفتم منفی ببینم مستقل تارگت خطی زده بوده فقط مثلا بگم
سایلنسر بعد میگه اون بره. تمام براش مهم نبود دیروز کی از بازی بره بیرون. من برم تیر میاد به قول کیان و شما یه مافیا رو بگیرونه سایلنسر، من برم همسایه میگیرم تیرش جفت با هم میاد. من اگه منفی و اون مشتبه شهروند بوده رفته دو تا مافیا نشسته اون هر کدوم از ما شما مافیا ببینید یه جا باید مسیر رو برگردونید پویاروی مسیر رو برگردونید. من مسیر ذهنی خودم رو رفتم چون نمیشد اون بلاد نشه، نمیشد اون تیر نخوره، این که اصلا براش مهم نبود چی رو رای بده. اصلا بگم های بگی 1 2 3 دادن یارفروشی هم پویارویان همین مقدم کیهان پویارویان یه سایلنسر همین مقدم کیهان تو باکسن با میثم ابراهیمی فکر نکنم همین مقدم با میثم ابراهیمی مافیا باشه. من دو تا چیز ذهنم حقیقتا مشغول کرد. یکی اینکه سایلنسر کیه، هر چقدر فکر میکنم جز تو کسی به ذهنم نمیاد پویا. تو اینکه این مشتبه چرا فرصش با رضا فرمیده شد دفاع کرده. یعنی اگه شهروند بوده باشه که فاجعه بوده. نمی‌کنم شهروند باشه اینقدر افتضاح بوده باشه. من چالنجم من بداره بعد از تو صحبت کنم فکر کنم که از بازی بذارم بیرون. رضا فرمیده رو تو باید بذارم اگه من نه بیرون نیستم راهی کسی که رای نده رفتم همین پویا رو بذارم چالنج بدم بعد از تو صحبت کنم. این چالنج رو بدم بدم بهش چالنج مالا خوده. یه چیز بگم الان اگر به من باشه میگم بین این دوتا بیاریم دادگاه رضا و آقا پویا رو بین این 2 نفر بیاریم دادگاه که دیگه بازی آقا به اون یک جوره نمیتونی بگی منفی به شهرنام اصلا نمیشه منفی گفت. حالا نمیدونم بیاد داد آها یعنی میگه که شهرنام و کیهان باکسن؟ نه این دیگه نه واقعا دیگه نمیشه. ارمیان و میسابیانی مافیا بودیم که دیگه پریروز باید تموم می‌کردم. من مافیا باشم که دک چاپ چاپ میشه پریروز. امروز هم نه پریروز چاپ چاپ میشه. امین مقدم که به نظرم مافیا نیست. چون معارفه های میسم ابراهیمی تو دفاع گشت امین مقدم تارگت کرد. پس شما که میگه امین مقدم مشروطی که مافیا نیست. این کیهان دیروز پرید روز اسنایپر رو داشت گردن میگیره. حالا دست ما رای دو داد آقای ابراهیمی مافیا. کیا رای دو بهش ندادن؟ آقای مشتبه، آقای رضا فهمیده. پویارویان به مشتبه رای بده. پس ما کار نداریم. رضا فهمیده پویارویان. پویارویان تو سر اول ببینه رضا فهمیده. اول پویارویان ازش میکنه. دیسلایک من ندید. هر کی بخوام میکنم. 9 نفر تو بازی هستیم. 4 رای دفاع 5 رای خروج. سر صحبت آقای رضا چند رای داره؟ آقای پویا داره. آقای امیر، خیر خانم پرنیان، خیر آقای امیر، خیر آقای کیهان، خیر آقای سام، خیر آقای شهرنام. دو دوست دفاع. بس پویارویان مگه تو دنگ بازپرسی رضا فهمیده نبوده چرا سایت داریم یکی بگیم با شهرنام که داره کار دل تو رو میکنه میگه بین شما منفی خب بدش بیرون دیگه رضا فهمیده رو میگه حتما مافیا بوده تو بازی. گفتم اینجا بس سایلنسر مافیا بود اما استعلامی بر فرستاده بوده. شما دوتا هم دوتا به نظر من یک مافیا یک سایلنسر تو بازیه. به نظر مافیا سایلنسر مافیا فرق نمیکنه. میخوای به نظرم بازی همین الان تموم بشه رضا فهمیدن رو برای شهروند بدهی حالا من میگم مافیا تو پس ذهن تو شهروند بده پس ذهن تو من شهروند بده. یعنی شما دوتا اگه باکس مافیا باشید اصلا معرکه بودید باکس تو روزی یک برگشت من گفتی به نظر من تو شهروند هم تو کردی تو مشکوک بگید نبوده با شهروند تو قابلیت رو نمیخوام موضع دست کسی نمیدم تو بازی من با موضع خودم بازی میکنم تو کار ندارم اینا موضع دادن بودن اون با مثلا به قول خودش بادیگارده دکتر بازی از اون میپرسه به نظر کامنت رو به کی بدم اون میگه بده به اون میگه چشمه آقا شهرنام بیا صحبت همین دک حال نمیده دیگه اگه ما بدم منفی نیست پنیا رسیده به من موافق بودن من که برم بازی تمام شد توی که روز یک گفتم
کانسورته. میگفتی مگه مشتاق منفی نیست؟ تو میگفتی اون کانسورت چرا اون کار نداره؟ دکو دیدم حقیقتش خواستم قانون بیارم نیام دکو دیدم نمیخواستم دک اصلا فاجعه بود 6 بار ترور شدید تو این کافه 6 بار تنها چکید بعد رفتی اصلا تو رو دیدم که اصلا نمیخواستم تو دک بشنم انقدر که تو ناپلی اصلا پلیر نیست ما منفی هم باشه قدرت کاذب داشت قدرت کاذب تو روزی نباید همتا رو تارگت میکردی دیگه تو همتا حتما مافیا بوده سریعتش باگ داده بوده من تو داتا بهش رای دادم روز یک مافیا همتا بود تو باز دیگه بهش یک دادم چرا من گفتی مافیا من مافیا من تو سایلنت کردم تایتلت بادیگارده تو رو مثلا سایلنت و بادیگارد هم باشی واقعا نیستی به نظرم انقدر که فاجعه دیالوگ کردی چون تو دیالوگ که بادیگارد نیستی ممکن اون نقشه رو دیده باشی مثلا تو رو من سایلنت میکنم مگه تو بازی دیوونم تو رو سایلنت میکنم نمیدونم اصلا این باشو آقای رضا چند رای دار آقای پویا الان سایلنتی میاد تیرم میاد من مافیا باشم همون مسیر برمیگردونم مگه میشه مسیر برنگردونم یا من شهروند برمیدونم که مسیر من درست بوده جزء کنم بازی کنم اصلا از حالت خارج دکتری بازش دیگه آقای رضا اگه مافیا باشه در مقابله با شو ملقی در مقابله با ایشون که اون شوی تو بازی من اوضاع تو خیلی خراب اون خدا نکن شهرام امیدوارم مافیا باشه امیدوارم شهرام مافیا باشه چون واقعا دیگه سطح بازی رو جابجا کرده یه جای بازی اول باید به یکی از شما دو شک میکردن و بالا اومدن هم اشتباه که باعث بلا چون چاپچاپ رو بازی دیگه
یه سایلنسر مونده دو تا مافیا یعنی شروعی اصلا رو نداشت اشتباه شد دیگه اشکال نداره سایلنسر کی؟ اوکی آن تموم مشتبه شده تو مافیا مشتبه شهروند بود یا امام حسین مشتبه شهروند بود 8 بار معرفه گفتم اون از این مقدم رو گردن بگیر ترنش فوق‌العاده فکت داشت کارت شهروندی پویارو رو زد زیر بندش به خانواده اون کابل کرد یا امام حسین بباید باشه من شیرین بازی بکنم مشتبه شهروند بود داشت مشتبه گفت آقا یه سایلنت کنیم گفت قطعا یه سایلنت کنیم مشتبه یار بود یار مافیا بود مشتبه اصلا یه چیز اصلا تو کارتش دیده باشید بادیگارد دکتر شهروند ساده یار مافیا بود نکس شما خیلی من از شب دو سال بلاد کردم از شب دو سال بلاد کردم دیگه تو که کانسورتی اینطور به ساینسه شبیه واقعا چون هم با من هم با نیسان باید بلاد کردم وقتی ساینسی نیمد متوجه شدم ساینسی کلا ازت قابل کردم بشم که آجیان تمام اصولم رو زدم این دوتا رو فقط بیارم تو بازی اونجا ایگنور میکردم میبختم اینجا بعد اینو میدادم همه رو قطعا بگیرم منفیه اصلا من درو بران بازی تموم دیگه ساینسه دوتا مافیا چاپ چاپه دیگه میخواستی نه اعلام کنم تمومه مافیا بازی رو برد